دادستانی ولایت ختلان در رابطه با ترکیش شب 12 مارس در لیسه تکنیکی شهر قرغانتپه بر اساس ماده تروریسم کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده است. در پی این ترکیش پاسبان حسنبای رحمانوی 67 ساله جان باخت. یک مفتش دادستانی ولایت ختلان روز 14 مارس بر رادیو آزادی گفت که هنوز تحقیق نهایی نشده است و مشخص نیست آیا این ترکیش کاری دست پاسبان بوده است یا او قربانی این حادثه شده است. مفتشان دادستانی کل و نمایندگان ساختارهای دیگر انتظامی تاجیکستان نیز ادامه تحقیق حادثه از طرف کمیسیون مخصوص را تصدیق کردند. یک منبع در دادستانی کل روز 14 مارس گفت فرضیه محکم آنها این است که مواد منفجره به قربانی این ترکیش مرد 67 ساله ساکن قرغانتپه مربوط نبود. محل ترکیش همانا در احاطه خادمان ساختارهای حفظ حقوق بوده. نزدیک شدن به جای حادثه به ژورنالیستان هم اجازه داده نشده است. همکار ما آرزوی کریم در صحبت با ما گفت محل حادثه که اونجا باغچه های کودکانه هستند و یک کلیسای تمایل تکنیکی که زیاد از 800 نفر تحصیل میکند زیاد به مشاهده میرسد. یعنی که مردم خصوصا نماینده های مقامات در تشویش هستند. اونجا هنوز همون لینته سرخ اطراف حادثه بسته شده است. عمر جان موملی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 13 مارس بر رادیو آزادی گفت تحقیق حادثه ترکیش مرد در مرکز ولایت ختلان ادامه دارد و احتمال به زودی جزئیات این انفجار روشن شود. و گفت که حالا بازرسان شخصیت و دوستان حسنبای رحمانوی 67 ساله را مشخص میکنند. همچنین تلفن موبیلی این ساکن شهر قرغانتپه مورد آموزش قرار داده شده. همه تماس‌های روزهای اخیر این مرد معین کرده می شود. تا به حال هیچ گروه و یا فرد در رابطه با حادثه شب 12 مارس در قرغانتپه اظهار نظر نکرده است. در تاریخ تاجیکستان مستقل نخستین حمله انتحاری به بنای شعبه منطقوی مبارزه با جنایت‌های متشکل در خوجند در ماه سپتامبر سال 2010 صورت گرفته بود. در حمله خوجند 2 کارمند پلیس کشته و 26 کارمند همین شعبه و 2 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات آن زمان اعلام کردند که گروه انصارالله مسئول این حمله بوده است.